تمرین شماره 289 گام سول بزرگ در 3 هنگام. فا دیز داریم، از سول سیم چهارم شروع میکنیم. به سیم اول که رسیدیم سول، ادامهش وارد پوزیشن سوم و بعد پوزیشن پنجم میشیم. فعلا همه رو سیاه در نظر میگیریم. فا دیز، لا، می، فا دیز، سول، لا، می پوزیشن سوم. دو انگشت اول میاد تو پوزیشن پنجم. دو، ر فاصله، می انگشت سوم فاصله، فا انگشت چهارم، دیز فاصله. یک کم میبریم جلوتش میشه سول. سول، دوباره برمیگرد عقب. فا، می، ر، دو، می پوزیشن سوم. سی، لا، می پوزیشن اول. سول، فا دیز، می انگشت چهارم، لا انگشت چهارم، فا دیز. و بعد آرشه های مختلف رو ازمون خواسته، یعنی یه بار سول تکی، دوتا سول تک، سول تک، لا، سی با هم، دو، ره با هم، می، فا با هم. سول میره جلوتر تک، فا، می با هم، سول میریم بیرون تک، ره دو با هم، سی، لا با هم، سول تک، ره دو با هم، سی، لا با هم، سول تک. بعد ستایی مثل کتابای دوم و سوم، چهارتایی، یه ستایی، یه چهارتایی، یه ستایی، یه چهارتایی، تک ستایی، چهارتا، ستا، چهارتا، و بعد خواسته دوره با هم باشه، بعد میوفا با هم باشه. آرشاش کاری نداره تا استاکاتوه. سول، استاکاتو، سول، لا، سی، استاکاتو، سول، لا، سی، استاکاتو، سول، فا، می، استاکاتو. ببخشید، آرشه لگاتو، استاکاتو، سول، فا، می، استاکاتو. آخریه سول، لا، سی، دو، ره، می، فا، دو، ره، می، فا، لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، فا، می، ره، دو، سی، لا، سول، فا، می، ره. مذهب سول، فا، می، آرپژش سول، سول، سی، سی، ره، ره. اینجا بریم تو پوزیشن سول، سول، این سول یعنی ره، می، فا، سول. این سول خواسته پوزیشن بگیری. سول، سول، سی، سی، ره، ره. این پوزیشن شیشم. سول، سول، سی، سی، سول، سول، ره، ره، سی، سی، انگشت سوم. سول، سول، انگشت اول، ره، پوزیشن سوم، ره، سی بالا، سول، سول، ره، سه. پس پوزیشن 6 ازمون میخواد. سول، سول، سی، سی، ره. اینجا سول، 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 سی، ره، سول، سول، ره، سی، سول، سول، ره، می پوزیشن سوم، سی، سول، سول، ره، سی، سول. تقدیم همه شما عزیزان.